سلام به همه بچه تو خونه. آقا امروز اومدیم با بازی خفن، با گرافیک خفن و یه گیم پلی نسبتا خفن. حالا خیلی از این بازی خوششون نمیاد، نمیدونم چرا، ولی خب بازی خوبیه. من که بازی کردم این اجرایی خوشم اومد. گرافیک خوبی داشت، حد انسان مثلا یه گرافیک خیلی خفنی داشت، بعد گیم پلی نسبتا خفنی داشت، یه مپ خیلی بزرگی داشت، بعد از نظر لولی تو بازی همسطح خودش به نظر من خیلی خفن‌تر و بهتره. در کل بازی خفنیه. این بازی چیزی نیست جز گنشینگ امپکت. همتون دیگه با این بازی آشناییت دارین، میدونین چه بازیه. یه سبک آرپیجی خفنه، یه مپ خیلی بزرگی داره و اینکه از نظر گرافیکی واقعا توی سطح دیگه ایه. یعنی واقعا توی سطح دیگه ایه، اصلا قابل مقایسه نیست با خیلی از بازی دیگه از نظر گرافیکی. زیادم صحبت نمی کنیم و میریم سراغ خود بازی. و اینم خود بازی. گرافیکشه که میبینیم واقعا گرافیکش حرف نداره. از نظر گرافیکی از نظر من واقعا این گرافیک حرف نداره. و مپش رو میبینیم که مپ نسبتا بزرگ و خفنی هم داره. واقعا مپش واقعا بزرگه. گرافیکش هم واقعا خوبه. من حد حساب گرافیک رو دوست دارم. یعنی گرافیک واقعا گرافیک خفنیه. صداش خوبه، ولش مثلا صداش خوبه. از نظر انیماتوری هم واقعا حرف نداریم. بازی همینطور میبینی اینا با زدن اینا یعنی هم یه جورای امتیاز میگیریم، همین که میتونیم لول اپ کنیم. بستگی به لول این انمیامون داره که چقدر سخت باشه زدن اینا. جورای باسای بازی و اگه اینا رو بزنیم این جوابی که میبینیم و میتونیم وا کنیم و ازشون اسکین در بیاریم و مثلا چیزایی در میاریم که واسه لول اپ و اینامون میشه تو بازی. بازی خفنیه. تا اینجا که اومدیم واقعا تونسته من رو راضی کنه. بیشتر رو گرافیک بازی من حساسم. به نظرم این حد حساب گرافیک و خفنه. بعد برای موبایله، این دارم میزنی منفجر میشه. میبینی این حد حساب گرافیک برای موبایل به نظر من خیلی خفنه. من خودم واقعا راضی هم ازش. یعنی هم که اینا رو واکه میزنی و این جوار رو وا میکنی به اون یه سری اسکینا رو میده، یه سری مثلا چیزا رو به اون میده که میتونیم باش هم لول اپ کنیم. آره هم میتونیم باشیم لول اپ کنیم، همین که مثلا یه اسکین چیزی بهمون میده دیگه. خب ما الان لول هم کاراکتری که داریم لولش 20 مکس. سلاحی هم که داریم تقریبا مکس دیگه، یعنی از این بالاتر دیگه نمیتونیم. اون همونایی که گفتم میگیریم اسکین و اینا، مثلا اینجا میتونیم استفاده کنیم هر کدومش قابلیت‌های خاصی میده. مثلا این اچ پی بهمون بیشتر میده، یعنی 4% به اچ پی مون اضافه میکنه. این هم همینطور. این از قبل داشتیم روش 2 تا داریم یا آره اینا همینطور بهمون اچ پی اضافه میکنه. این 3.1% بهمون اچ پی اضافه میکنه. بعد میتونه اینم بگم میتونیم بین هیروامون سویچ کنیم حتی. یعنی بین هیروامون میتونیم سویچ کنیم، یعنی چند تا هیروی مختلف میتونیم داشته باشیم تو این بازی. چند تا هیروی مختلف داشته باشیم و اینکه بین هیروامون سویچ کنیم. مثلا الان سویچ کردم، بعد اینجا میتونیم حتی مثلا غذا درست کنیم تو این بازی. آره غذا درست میکنیم. میتونیم یه سری هم مواد و یه سری چیزا رو که تو خود بازی مثلا باید بگردیم و پیدا کنیم به دست میاریم، بعد باشون غذا درست میکنیم. میتونیم مثلا غذای مختلف رو درست کنیم. مثلا اینجا آماده دارم این غذا رو، خودش هم مثلا میگه چه موادی میخواد حتی برای درست کردن این غذا. مثلا یه دونه قارچ میخواد 2 تا رون مرغ که بعد میتونیم باش این غذا رو مثلا درست کنیم.
بعد با غذاش میتونیم دمیج مثلا هیروامون رو پر کنیم. به هیروامون غذا میدیم و دمیج و لولشون رو بیشتر میکنه. مثلا این سیبه یعنی دمیج رو بیشتر میکنه. یا حتی این هم لول میده هم دمیج رو میبره بالاتر. خب میریم سراغ خود مپ بازی. همینطور که میبینید مپ نسبتا بزرگی داره، یعنی نسبت به بازی ها، من خودم بازی هایی که اینجوری این حجم از گرافیکو داره و یه همچین مپ خفنی داره خیلی خوشم میاد. بعد این بازی یه خوبی دیگه هم داره، سبک فانتزیه. یعنی مثلا یه بازی فانتزی اونم با این حجم خیلی خفنه به نظرم. اینا همون چیزایی که گفتم وسط بازی میتونیم جمع کنیم، اینا رو هم میتونیم مثلا بفروشیم که یه جورایی مثلا باشه میتونیم یه سری اسکینا رو آزاد کنیم. همین که میتونیم باشون لول اپ کنیم، یعنی خودمون استفاده کنیم لول اپ کنیم و خیلی از کارهای دیگه. قفله برامون مثلا یه چیزی یه باس فایتی داره، یعنی یه باسش رو باید شکست بدیم تا مثلا برامون وا بشه و بتونیم ازش استفاده کنیم. مپ بازی رو شما نگاه کن، واقعا این مپ خیلی خفنه، خیلی بزرگه، این بازی رو خیلی خفن تر میکنه. یعنی قابلیت های جالب داره که اصلا میتونیم پرواز کنیم تو این بازی. مثلا خیلی با جذابه، یه همچین قابلیت خیلی جذابیه. این همچین چیزی می‌بینیم قابلیت پرواز کردن رو داریم و در دیوار میتونیم بریم بالا. من یه پا اسپایدرمنیه برای خودش. آها نیون باس فایت های بازیه، یعنی اینا رو شکست بدیم یه سویش میکنیم و کماندار بازی. این هر کدوم از این هیروهای قابلیت های خاصی داره. بعد خیلی از این انمی ها رو بزنیم، یعنی باس ها رو بزنیم، میتونیم قدرت هاشون هم استفاده کنیم. مثل بیشون قدرت های خفنی داره، میتونیم از قدرت هاشون استفاده کنیم. زدن راحت. خب همینطور این سنگان هم زدنشون یه سری قابلیت ها رو بهمون اضافه میکنه. یعنی هر کدوم از اینا رو که میزنیم ممکنه هر کدوم الان یه اسکین خفن که نه، ضرورت لول پایین تری نشون بود. بله چیزی هم بهمون نداد. این سری قابلیت ها رو برامون فعال کرد. یعنی الان ما هم قابلیت آتیش رو داریم هم قابلیت آب رو داریم، میتونیم ازشون استفاده کنیم. سطح گرافیک بازی رو من واقعا خیلی میپسندم. مثلا یه همچین گرافیکی خیلی تایپه برام. حتی مثلا چمنا رو ببین، از قدرت آتیش استفاده میکنیم، چمنا آتیش میگیره، شروع میکنه به سوختن و میسوزه. من به نظرم خیلی روش کار شده، خفنه. یه بازی که واقعا روش کار کردم، مشخصه. بعد تو مپمون هم که میبینیم مثلا مپ موقعی که وا میکنیم خب بتونیم حتی تلپورت کنیم تو بازی. یعنی مثلا من بخوام میتونم اینجا تلپورت کنم، یا مثلا چند تا جا داره. بعد اصلا بزرگی مپو شما ببین، خیلی مپش بزرگه، یعنی خیلی جا رو هنوز ما حتی وازم نکردیم تو بازی، نرفتیم. این واقعا بازی خیلی خفنه به نظر. این که وقتی یه همچین مپی داره این بازی به این خفنی، به این خوبی. بعد میتونیم تلپورت کنیم. این طلایی هم که میبینین خب اینا چیزن، جور مرحله های بازیه. مثلا من بخوام این مرحله رو انجام بدم اینجا تلپورت میکنم با این آبیه، خیلی راحت میتونم تلپورت کنم اینجا. الان تلپورت کردم.
واقعا هم سریع تلپورت میکنه. حالا ما تلپورت کردیم این برای مپ. مثلا مپش خیلی بزرگه. شما ببینید تیرمون چقدر میره. کجا رفت؟ به به. تا ته مپو زدیم. این سطح گرافیکو ببین واقعا. این قشنگ نشون میده تا کجا میره و جایی هم که میخوره فکر کنم معلوم باشه. آره ببینی مثلا یه سری چیزایی که مثلا از وسط مپ داره و اینا کلون خودمون رو میبینیم. نه This is it. One of the deserted temples. If these temples have been left to waste, there's a chance there's a monster nest. Even Storm Terror has given up on its own temple. Yes. I also find it hard to accept, but... Wait! Did you... The wind here? So, let's go in and take a look. چی از توش در میاد دیگه. خب استارت اولین چیز بازی رو بزنیم. جایی که هیروها رو اینا رو انتخاب میکنیم. ببینیم اولین مرحله چی داره برامون. You can use that console to open the door. Wow, I can see so far into the temple. اصلا که باید خودمون رو برسونیم بالا. میگه باید با استفاده از قدرت آتشین خب این لانچ کنیم روی این با استفاده از قدرت آتشین اینا رو بزنیم نابود کنیم. چی واقعا به نظرم خفن سطح گرافیکی این بازی. خب باکس رو بده. خب من تو اینا بعضی وقتا چیزای خفنی میده اگه منفجر نشه. خب چیزی هم بهمون نداد. مرسی. میتونیم یکی چی داریم؟ تو اینا هم هیچی نبود. اینا رو باید آتیش بزنیم و پیش به سوی جلو بریم. یه چی شد؟ چرا فعال نشد؟ اینو باید بزنیم. این چیز یه اجرای نامریمون میکنه فکر کنم. نه؟ بزنیم. یا خودت را نشان بده یک من آن. بعد اول به سپرش دمج میدیم. اون سپرش از بین ببریم بعد خودشو بزنیم. این همچین چیزی. بیا سپرش. بعد از قدرت آتیش این استفاده کنیم که بتونیم یعنی اون چیزشو از سپراشونو از بین ببریم. یکی هم نخورد. بیا سپرش آتیش کرد. باید شروع میکنه به دمج دادن خودش. نایس. باکس خیلی مهمه. اول باکس رو بزنیم چی توش داریم. چیز خاصی هم بهمون نداد. بس ببینیم اینجا چی داریم. این همون بشگاهی که بود که گفتم آتیش میگیرن. دیدی؟
متاسفانه زد اونجا رو هم نابود کرد. اون تو این باکس چی داریم؟ مرسی. این شاید چیز درست حسابیه. با اون شد مثل برگه بود. با اونو میتونیم چیز کنیم، لول اپ کنیم، لول هیرو همونو ببریم بالا. و باز هم چند تا Well, one shot should be able to blow them up. منفجر. دوبس. خب سفر یکیشونو تا اینجا آتیش زدیم. مرسی. سفر اون دوتا هم که آتیش نه یکیشون آتیش چقدر سخت شد لعنتی. چرا؟ آها سفرش آتیش گرفت. مرسی. خدا گیم پلی خفنه دارم. نمیدونم چرا خیلی خوششون نمیاد از این بازی. خب هم که مود بریم سراغ باکس. چی توش داریم؟ اصلا چیز به درد بخوری نبود. واقعا چیز به درد بخوری نبود. It's so high. Seems like there's something up there. چجوری بریم اون بالا؟ But how do we get across? Isn't this a pyro monument? If we hit it with a powerful pyro attack, we might trigger it. بعد با اون چیزه تلپورت کنیم اون بالا. عالیه. نمیتونیم برگردیم. مرسی. من واقعا هیچ ایده ای ندارم. برگردم اونجا فکر کنم. من چجوری برم اونجا؟ بله اینجوری هم نمیشه رفت اونجا. یعنی از اونجا نمیتونیم بریم. نه 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 وای. آهان الان فهمیدم باید چی کار کنم. فکر کنم باید اینو اینو باید آتیشش میزدم. دیدی؟ فوی دیر زدم. اب نداره. یه بار دیگه لیتس. آهان برو بریم بالا. برو. همیشه راهی هست. Dragon's breath. Is that where the power is coming from? Great. Let's smash it. من باید بزنیمش. Yes. Phew, I'm tired. خب. But at least this way we've helped G. In the past, we were this, of course, but now with Storm Terror, the winds change. So too should our tactics. It's what Lisa likes. Speaking of which, if you want to learn more about our history, I'm not saying, I mean... خب آقا این تازه اول بازی هستن. خب جعبه رو بذار کنیم ببینیم چی بهمون میده، چه چیزهایی. خب یه لول اپ برای خودمون، یه لول اپ هم برای سلاحمون داد. با اون میتونیم سلاحمون رو آپدیت کنیم. خب میتونیم بخش ما که میریم اینجا هم میتونیم هیروامون رو لول اپ کنیم. تا که این هیرو من که الان لولش مکسه و اگه بخوام دوباره به لولش اضافه کنم باید اینا رو داشته باشم که من متاسفانه ندارم. تا اینجا اینم که سلاحمونه، تا اینجا همش مکسه. خب لول اپ اینجوریه که از اینجا باید لول اپ کنیم. کلا لول اینو مکس کنیم دیگه. لول 20 میشه لول مکس. 14 تا از اینو نیاز داشتیم تا لولشو مکس کنیم. بریم لول سلاحمون مکس کنیم یه جورایی.
از این بخش میتونیم لول اپ کنیم و سلاحامونو یعنی جورایی لولشو بریم بره بالا. بذار خب اینجا لول 10 منظورم لول 10 کمه، 14 کمه، برو 16 خوب. خب اینم از این لول اینم رفت بالا. خب آقا اینم بود از گیم پلی بازی گنشین امپکت. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو رو لایک کنین، یه کامنت هم بذارین که آقا بازی بعدی چی باشه. شما بازی ها رو معرفی کنین، ما میریم دونه دونه بازی ها رو براتون زیر استریمش میگیریم و براتون اوکی میکنیم. خیلی ممنون که تا اینجا با ما بودین. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. سابسکرایب و لایک هم یادتون نره. فعلا خدا حافظ.